آره استاد جان بفرمایید آره ادامه میگیم بدید. که اگر حالا که شما از این نتیجه خوب گرفتی فبها شما چیز ادامه بده. ولی اینا از این ادعاهای مزخرف زیاد میشه که آقا نمیشه فلان کاری کرد، میگم ما کردیم و شد. خب ولی در لحاظ ریاضیات و لحاظ هر شود در عمل اینها جوابگو نیستن. من بسیاری از این کسایی که ایندیکیتورهای خیلی خوبم نوشتن مثل پروفسور اهلر این یکی از اسیلاتورهای بسیار خوبی نوشتش که من اینا رو توی 1995 اینا حدود 30 سال پیش ازش روش خیلی مطالعه کردم. پروفسور اهلر یکی از انجینیرهای بسیار باهوش بودش، منتها مدلاش کار نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدومش میخواید انتخاب کنید از همش بهتر یه دونهش FSST بودش، فکر میکنم اینجا باشه FSST. باید کجا باشه؟ حالا به هر صورت میرید اداپتیو، اینا مثلا اداپتیو میخواد به ذات مارکت لینک بکنه که نمیشه، اصلا جواب نمیده. برای همینم مجانی همه در اختیار شما هست، اگه میخواد ازش استفاده کنه. این فیشر ترانسفورم هستش که اینا کار نمیکنه آقا. به هر صورت چون اینا همه ستینگاش همه احتیاج به این اینپوت کردن هر شود مدل شما داره. خیلی خب پس میریم اینجا. خب اگه اینجوری نیستش ما عرض خدمت شما ما باید چیکار بکنیم؟ پس اگه با توجه به اینکه شما اینجوری گفتی، من اینی که ارائه خدمتتون عرض کردم در مورد الگوریتمی تریدینگ بر اساس تکنیکال انالیسیس بودش، یعنی ایندیکیتورهای تکنیکال. خب ما الان من 2 دقیقه پیش خدمتتون گفتم که بسیاری از این بانک‌ها دارن استفاده میکنن، اینها کدای الگوریتمیک دارن. پس اینا چجوری استفاده میکنن؟ خب اینا چی ازش استفاده میکنن؟ خیلی خوب. اکثر این کدا که کدای ما مینیمم حداقل 150 رقم کدای مختلف داریم که بانک‌های مختلف روش‌های مختلف ازش استفاده میکنن. خیلی خوب. بانک‌های مختلف روش‌های مختلف، یعنی یه دونه اینجوری نیستش که مثلا 2-3 تا مدل باشه بگیم که آقا هم 2-3 تا مدلش اینجوریه اون این کارو میکنه این کارو میکنه. هر بانک یه مدل تقریبا کوانت داره. کوانت یعنی همون استاتستیکال یا آماری یا استوکاستیکال داره که بر اساس اون میاد چیکار میکنه؟ یک هجی رو پیدا میکنه بر اساس مانی منیجمنت اکسپکتنسیشو ازش بهره برداری میکنه. خب اینا اکثر این مدل‌ها خیلی مدل‌های هستن که بر اساس والتیلیتی کار میکنن. حالا والتیلیتی درسته. چرا درسته؟ چون والتیلیتی نبض مارکته. نگاه کن والتیلیتی، نگاه کن وقتی که مارکت اینجوری میره بالا این کدا اینجاها رو میفروشن. کدایی که نگاه بکن اینجا رو، کدایی که تو والتیلیتی اینها عمل میکنن وقتی یه اینجاها نمیرن تو، اینجاها نمیرن تو، تا یه همچین مارکت اینجا شورت میکنن. یعنی والتیلیتی وقتی به یه حدی میرسه چیکار میکنن شما؟ اینا دنبال حرکت مارکت نیستن، اینها فقط موقعی کار میکنن که موقعی که والتیلیتی یک حد و حدودی رو چیکار کنه؟ بگذرونه. یکی از زیباترین که قدیمی ترین مدلایی که ازش استفاده میشه همین خیلی معروفه، بهش میگن هر شود این تقریبا میشه گفتش که هر شود زیربنای آپشن برای قیمت گذاری آپشن بر اساس والتیلیتی. اینا میان چیکار میکنن؟ بر همین اساس هم قیمت آپشن رو مشخص میکنن، هم ترید ها رو بر اساس همین مدل میگیرن. اشکال این مدل اینه که این مدل والتیلیتی رو کانتینیوس فرض میکنه. یعنی این مدل رو الان که در این کال خیلی زیربنای اساسی همه این کدای چیز هستش، این مدل چون والتیلیتی رو کانتینیوس یعنی مداوم فرض میکنه، در اکثر موقعات شاید میگم در 40% 45% این مدل جوابگوی مدل خوبی نیست. بعد از اینکه این مدل در اومد 2 نفر دیگه، یکی از پروفسور هستون بود، ایشون اومد یک مدل دیگه داد بیرون. عرض خدمت شما هستون مدل، اون هچ اولش هم باید هچ بزرگ باشه. حالا ببخشید باید هچ بزرگ برصورت. این نه تنها از مدل تفاوتش با مدل بلکشکال اینه که اینه که این والتیلیتی رو ارشد کانتینیوس فرض نمیکنه و اجازه جهش یا جامپ به مدل های والتیلیتی میده. یعنی چی؟
یعنی اگر یه مدلی برای مثال یه همچین بازار اینجوری باشه، اگر بلک شول بگه اینجا بخر، ولی اگه در اینجوری باشه بازار در این حد جهش داشته باشه، این مدل جوابگوی بهتری خواهد بود. درست شد؟ حالا از این بهتر یه مدل دیگه هم هستش که ما توی اکثر بانک خیلی از چیزا الان ازش استفاده میکنن. این رو من اینا بهش میگن مرتون دیفیوژن. اینم با دو امش هم کوچیک رفتش، حالا بگذاریم. مرتون دیفیوژن هستش که این تفاوت از هر دو تا مدل بهتره، برتره و کارایی بهتری داره. عکس خیلی از بانکام از این مدل‌ها از این استفاده میکنن. کسانی که بخوان متمتیکس اینا رو بدونن، من پی دی اف اینا رو براتون میفرستم، میان اگرم نخواستید. حتی اینها کداش هم به زبان پایتون شده، یعنی شما اگر متمتیکس هم نخواستید استفاده کنید، اوردی اینها کدبندی شده. من الان مثلا اینجا اجازه بدید، این یکیشه استورم هتل، اینم تمام ریاضیاتش هستش که من اینا رو براتون بعداً میذارم. البته خودتونم میتونید چیزش بکنید. بعد کد اینا همه نوشته شده، یعنی احتیاج نیست شما متمتیکس این رو ارشد بخواد به دوباره از صفر شروع. نه اینا کدش هم نوشته شده، شما فقط باید برنامه‌نویس باشید و وارد برنامه‌تون بکنید. یا ارشد این مدل اصلیه که زیربنای همه اینا هستش. آپشن پرپس مدلی هستش که این زیربنای همون هست که فقط تفاوتش که بهتون گفتم اینه که کانتینیو نوع والتیلیتی رو کانتینیوس فرض میکنه که نمیتونید فرض میکنه که نباید شما فرضش بکنید. بعد عرض شود این مدلی هستش که گفتم از اینا بهتر هستش، بهش میگن مرتون جام دیفیوژن مدل، که شما از این برای حالتهایی که مارکت اسپایک میکنه به طرف بالا میتونید استفاده کنید. بعد تمام اینها هیچ کدوم هم احتیاج به کدنویسی نداره و برای اینکه شما بشین متمتیکش رو حل کنید نداره. اینا قبلا همه انجام شده. اینا من اینو صبح به این نفر بچه‌ای که دوستانم نشون میدادم، اینا همه کدای هم ریاضیاتش هم کداشو به زبان پایتون نوشتن. بنابراین شما اگر این سه تا مدل رو با هم مقایسه بکنید، توجه میکنید، میبینید که این مدل آخری که بهتون گفتم از همه مدل ها بهتره. خب عرض خدمت شما، من چیزا برم اینجا. خب بنابراین ما انواع اقسام، بعد از این مدل‌های الگوریتمیک تا دلتون بخواد زیاده. مدل هستش که فقط نیوزو بهش میگن ایونت دریون الگو. ایونت یعنی حادثه، دریون نمیدونم فارسیش چی میگید، ایونت به طرف مالا، ایونت مربوط به نیوز. ایونت یا اینترست ریت رو اعلام میکنن، یا هر شود مانیفکتچرینگ دیتا رو اعلام میکنن. ایونت یه اتفاق میفته تو بازار، یا نرخ تورم اعلام میکنن، مارکت جامپ میکنه و اونا بر اساس این چیکار میکنن؟ مارکت شورت میکنن. بنابراین مدل های الگوریتمیک تو بازارهای جهانی زیاده، یکی دوتا نیستش که بگی آقا من از اون استفاده میکنم، یکی من از این استفاده میکنم، ولی بیس این اکثر اینا دوزارشون افتاده که اگه بخوان یه مدل جوابگو پیدا بکنن، این مدلی نخواهد بود که مدل توانایی اینو داشته باشه به اینا بگه این از اینجا بخواد بره اینجا. اینو نمیتونن. NDS کار NDS اینه. اینا میگن چی؟ میگن که ما فقط مدلایی رو میخوایم بریم دنبالش که ربطی به ذات مارکتش بشه. ذات مارکت یعنی والتیلیتی، یعنی به جای اینکه پردیکت بکنن که از اینجا میخواد بره اینجا، میگن نه، اگر از اینجا به این نقطه‌ام رفتش ولی خورده رفت، ما دخالت نمی‌کنیم، ولی به محض که جامپ بکنه ما اینو شورت می‌کنیم. حالا ما در تایم فریم یه ثانیه هم از این جامپا داریم، یه دقیقه هم داریم. خب ما تو هر تایم فریم، حتما نیستش باید وایسی مثلا 2 سال صبر کنی یه سیگنال رو باید بیاد، تو هر تایم فریمی بری شما از این اسپایکا میگیری. توجه میکنیم. بعد همونجوری خدمتتون عرض کردم از این کدهای الگوریتمیک بسیار زیاده. یکی از این کداش بهش میگیم استاتستیکال آربیتراژ. این از استفاده میکنه از اختلاف پرایس، مثلا اختلاف پرایس برای مثال کش 30 با فیوچرز. چیکار میکنه؟ یکی رو میفروشه یکی رو میخره. الان مثلا من براتون اینو بیارم شاید نگاه بکنید. استاتستیکال
arbitrage at open، یعنی وقتی مارکت باز میشه from discrepancy in the price related security، یعنی شما تفاوت بین عرض بین کش و فیوچرز رو میتونی آربیتراژ بکنی، یا میتونی تفاوت قیمت اپل رو برای مثال برای دو تا اکسچنج مختلف، مثلا برای مثال ما سالهای پیش 25 سال پیش 20 سال پیش اختلاف پرایس بود بین قیمت اپل در بازار امریکا و در بازار مثلا فرض کنید ژاپن، خب یا فیلیپین یا نمیدونم سنگاپور. خب چیکار میکردن؟ ما از اپل میخریم به سنگاپور میفروختیم، $2000 $3000 برای بانکمون میگوشیم تو جیب بانکمون. اینا از این کدا زیاده، یعنی یه چیزی نیستش که مثلا من بشینم اینجا لیست بندی بکنم بعد برای شما 10,000 تا کدای مختلف و مدلاشو بگم. بنابراین در اصل قضیه شما فقط دو تا کد دارید، کدای پردیکتیو، کدای ریاکتیو ها کدایی هستن که برای اکثرا برای آپشن ها استفاده میشه، برای قیمت گذاری قیمت آپشن ها هستش. اینها به ذات مارکت برای میکنشون تنها مدل هستن که میگن اگه مارکت اتفاق جا افتاد ما هستیم، ما میریم تو، اگر اتفاق نیفتاد اینجوری بود ما پیش بینی نمی‌کنیم که این میخواد اینجوری بشه یا میخواد اینجوری بشه، کاری بکار نداره، اینا میذاریم بچه‌ای که میخوان برن توش. برای همین هم هستش بعد از ساعت 11 شب که انگلستان بازار میبنده، ببخشید ساعت 9 وقتی که بازار کش مارکت میبنده، شما مارکت یهو خفیف میشه، میبینی که همینجوری میمونه، چون دیگه بیگ بویا تو نمیان. به محض که استاک مارکت باز میشه شروع میکنه بالاتر شدن. چرا؟ به خاطر اینکه در این شرایط هستش که حجم زیاد میشه، اسپایک ها شروع میشه. وقتی اسپایک شروع بشه این کدا شروع میکنن عمل کردن، میفرستن مارکت رو پایین و تریدینگ ادامه پیدا میکنه، دوباره ساکت میشه. پس همونجوری که میبینید اینها دنبال کدهایی که ما از اکثر در بانک داریم، یه نوع اصلیشون اینه که اینها فقط بین والتیلیتی انولوپ عمل میکنن. والتیلیتی انولوپ یعنی چی؟ یعنی بین یه سطوح مختلفی رو عمل میکنن، قبل از اون هم دیگه دست نمیزنن. البته کدا تا دلتون بخواد گفتم کدای مختلف هست، کدای مختلف هست که برای ریگرشن انالیسیس استفاده میشه. ریگرشن انالیسیس برای مثال به شما میگه که اگر ما ریگرشن این خط رو می‌نویسیم، خب این هم نقطه آغازشه، اگه این زاویه بالای 25 درجه باشه ما چیکار میکنیم؟ اینجا لانگ میریم. اینجا شما اگه خواستید اینجا هم هستش، یعنی این تنها ریگرشن لینیر ریگرشن چنل لغنه اینا بهتون اینا هستش هم چیزایی. خب میگه که اگه این زاویه مثلا اکس درجه باشه دن شما اینجا مثلا بای میکنی. ببین اینجا الان تصادفی اومد اینجا بای هم بهت داده، اینجا شما بای میکنی که میره بالا. برای من از این مدل هم هست، 1 2 تا 3 تا 5 تا نیست، ولی برای کسانی که نگاه بکنید این مدل ریگرشن انالیسیس اینجا سل کرده براتون فروخته، اینجا براتون بای کرده. بنابراین از این مدل‌ها تا دلتون بخواد زیاد هست. مدل الگوریتمی 1 2 تا 3 تا 5 تا نیستش. 2 تا کمپانی هم 2 تا بانک هم نمیتونید پیدا کنید که اینها عرض شود یک مدلی رو، 2 تا مدلاشون شبیه هم باشه. یعنی نمیتونید پیدا بکنید که مثلا HSBC دقیقاً اینجا بره تو، سیتی هم اینجا بره تو، نمیدونم بلک راک هم اینجا تو، نه بعضیشون اینجا میرن تو، بعضی اینجا میرن تو، بعضی اینجا میرن تو، اینجوری هم. یعنی کدای الگوریتمیک رو اینا فرض نکنید که همه با هم میرن تو. چرا؟ به خاطر اینکه همه ارشد نقاط مختلف وجود دارن، ریسک پروفایل به خصوص دارن، تارگت های مختلفی دارن، بنابراین کد ذاتاً تفاوت فهم کنه، ولی اکثرا از این والتیلیتی استفاده میکنن. خیلی خوب. حالا با توجه به این ما تکلیفمون با NDS چی میشه؟ ما کد الگوریتمیک NDS چجوری بنویسیم؟ خیلی خوب. پس حالا برم سر NDS الگو تریدینگ. خیلی خوب. عرض خدمت شما، من قبل از که وارد NDS بشم باید یه چیزی رو این رو به عنوان یه دونه فکت باید باش آشنا بشید. خیلی خوب. ببینید من اگر